برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سرانجام بر روز ششم میزان برگزار شد. مهمترین پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و نامزد ریاست جمهوری افغانستان در این روز تاکید بر شفافیت روند رایدهی و انتخابات بود. عرض من به هر هموطن زن و مرد است که جلوگیری از تقلب و تامین شفافیت وظیفه هر شهروند افغان و هر هموطن است. از سوی هم عبدالله نامزد ریاست جمهوری و شریک رئیس جمهور غنی در حکومت وحدت ملی از نهادهای انتخاباتی می‌خواهد که سخت بکوشند تا انتخابات شفاف و عادلانه باشد. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی تقاضا داریم که به پاس قربانی مردم افغانستان، به پاس فداکاری مردم افغانستان، به پاس همت مردم افغانستان و عزم اراده مردم افغانستان مبنی بر تعیین سرنوشت از طریق انتخابات آزاد و شفافیت انتخابات اطمینان بدن به مردم افغانستان و در عمل تطبیق بکنند. حضور مردم در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 کمرنگ گفته شده است. چالش‌های تکنیکی در روند رایدهی خشم رایدهندگان را برانگیختند. در لیسه اومدیم اینجا هم جنجال هر چقدر تلاش میکنیم که ما رای بدیم رای دادن نمیتونیم. چرا نامتان نیست چی است؟ مشکل میگن که در فهرست نامت نیست یا مثلا در چیز امو چیزی که بایومتریک در بایومتریک نامت نیست. یعنی تو مشکلات با ما فقط سر راه ما انداختن، ما رای خود دادن نمیتون، مثل ما صدها نفر نمیتون سرگردان است. با بایومتریک سیستم کې چې د زما سټیکر آی ډی نمبر ورکو نو ماته ویل ساسو آی ډی نمبر چې د حذف شوی یا نشته دی. با این همه مردم هنوز هم میخواهند پای صندوق‌های رای بروند و از حق رایشان برای تعیین آینده کشورشان استفاده کنند. پروسه خوشبختانه از ابتدایی که داخل سایت داخل شدیم تا مرحله‌ای که رای دادیم بسیار شفاف بود، همه چیز بسیار منظم بود به اساس حروف نام. خواست یک معنی خواست کل مردم افغانستان است که در مملکت ما صلح و آرامش به وجود بیاید و این مملکت از این حالت پسماندگی به طرف یک جامعه مرفه و آرام پیش برود. در انتخابات ششم میزان 13 نامزد با هم به رقابت پرداختند. به اساس جدول از پیش تعیین شده کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت امور داخله این انتخابات در 4942 مرکز رایدهی و 34 ولایت کشور برگزار شده است.